یه سوال بپرسم به عنوان سوال آخر. تو خلال صحبتات به برنامه‌ریزی درست اشاره کردی و یکی از حالا بینندگان عزیزم پرسیدن بهترین برنامه‌ریزی چه برنامه‌ای، چه ویژگی بهترین برنامه‌ریزی چیه؟ مثلا چی هست بهترین برنامه‌ریزی؟ بهترین برنامه‌ریزی اینه که هر کس واسه خودش اولا بچینه، یعنی برنامه‌ریزی کسی یه نفر دیگه براش نچینه، چون برنامه‌ریزی اولا به یک شناختی بستگی داره، یعنی یک نفر باید از خودش یک شناختی داشته باشه، از مثلا سطح خودش، از اون اینکه تو چه تایم روز مثلا کدوم درس رو بذارم بهتره. شناخت بچه‌ها یعنی اینکه تو بدونی کجا ضعف داری کجا قوت داری. بفهم. و این شناخت هم هر کس خودش میتونه از خودش، یعنی بهترین کسی که میتونه از خودش شناخت داشته باشه هر کس خودشه. به همین خاطر باید بچه‌ها توجه داشته باشن اولا بهترین برنامه‌ریزی اینه که هر کس خودش واسه خودش برنامه بریزه و یه سری قوانین کلی که تو برنامه‌ریزی میشه رعایت کرد. من به صورت تیتروار سریع بخوام بگم، این که تو برنامه‌ریزی ساعت مشخص باشه، درس مشخص باشه و مبحث مشخص باشه. یعنی چی؟ یعنی تو برنامه‌ریزی که انجام میدن بدونن مثلا 8 تا 9 و نیم درس کنین، یه چیزایی دیگه هم که هست تعادل و تنوع تو برنامه‌شون داشته باشن، یعنی مثلا 1 ساعت میخونن استراحت داشته باشن. اینا یک چیزای رایج معموله. مثلا تو برنامه اون سه تا چیزی که گفتم الان یه توضیح بدم. درس ساعت مشخص، این که مثلا مشخص باشه 8 تا 9 و نیم واحد مطالعاتی اولش مثلا دارم، یا ممکنه یه نفر مثلا شروعش 7 باشه، مثلا 10 تا 11 و نیم واحد مطالعاتی دوم، اینطوری تا آخر روز میچینن. حالا تو این ساعت مشخص درس مشخص میکنن. مثلا درس من میخوام 8 تا 9 و نیم زیست بخونم، علاوه بر این باید مبحث مشخص باشه، مثلا فصل 6 دهم مثلا گفتاری 1 و 2 اینطوری، یعنی کاملا دقیق مشخص باشه. مثلا یه راست ننویسن زیست، یا ننویسن مثلا زیست گیاهی. خب گیاهی خودش یک دنیاییه، باید کاملا مشخص باشه، یعنی ساعت مشخص باشه، درسش مشخص باشه، مبحثش هم مشخص باشه. مبحث درس هم از طریق برنامه راهبردی. این برنامه راهبردی مثلا پیشروی زیستش واسه 12 فلان قدره، خب از اونجا نگاه میکنن طبق اون برنامه میریزن. خیلی عالی. آره توضیح کلی. پس اول در مرحله اول نگاه میکنیم به برنامه راهبردی. در مرحله دوم میبینیم ما تو چیا ضعف داریم، تو چیا نقطه قوت داریم. با توجه به اون در این بازه 2 هفته‌ای میام اون مباحث رو حالا میچینم با توجه به برنامه راهبردی و هر درسی که میخوام بذارم اون مبحثی که قراره بخونم هم به صورت شفاف و واضح مشخص کنم که آقا زیست فلان فصل فلان مبحث. درسته. بعد تایم هم که مشخص میکنم واسه یه نکته دیگه در مورد برنامه‌ریزی این که بچه‌ها مثلا جمعه که آزمون میدن آخر شب که میخوان برنامه‌ریزی کنن، برنامه راهبردی رو بذارن جلوشون، بعد واسه هر درس مشخص کنن که طی 2 هفته آینده قراره دقیقاً چیکار کنن. مثلا زیست قراره این مباحث بیاد، خب با خودش میگه که دانش آموز با خودش میگه من کتاب درسی رو باید بخونم، مثلا درسنامه فلان، اگه مثلا قصد داره منظورمو درسنامه که فلان کتاب رو بخونم، از فلان کتاب مثلا تست بزنم، اینطوری این چیزا رو به صورت کلی طی 2 هفته مشخص کنه. بعد تو اون قسمت برنامه که داره میریزه مثلا ساعتش رو مشخص کرد، درسش رو مشخص کرد، حالا میخواد مبحث رو نگاه کنه واسه اون درس چیکار کنه، بیاد به این برگشت رجوع کنه که واسه زیست گذاشته که طی 2 هفته آینده قرار چیکار کنه. حالا دیگه باز این شد کلیتش. حالا علاوه بر این دیگه هر دست با روش مطالعه خاص خودش رو داره که باید طبق اون پیشروی میکنه طی هفته اول طی هفته دوم. یعنی اول مثلا با کتاب درسی شروع میکنه، بعد یه خورده که مسلط شد مثلا تست میزنه، دوباره مرور میکنه کتاب درسی به این شکل. حالا اون 2 روز قبل آزمون میتونه آزمون غیر حضوری رو بزنه. بله دقیقاً آزمون غیر حضوری، خصوصا که امسال 2 تا آزمون هدف گذاری داریم، یکی آخر هفته اول یکی آخر هفته دوم و موقع خوبی است برای اینکه هر چی خوندیم و در این قالب پیاده کنیم تا برای آزمون اصلی آماده تر بشیم. کاملا درست. خیلی ازت سپاسگزارم مهدی.